روز بخیر بینندگان عزیز، امیدوارم خوب و خوشید و منتظر خبرها سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی امروز 10 سپتامبر. پیوندان عزتمند برای رهایی او به کمک افراد سخاوتمند امید می‌بندند. روسیه و بلاروس بازار یگانه گاز طبیعی تشکیل کردند ولی آماده نیستند که پول یگانه تأسیس بدهند. بر اثر حادثه طبیعی نبیره امان‌الله حکوموف سابق رهبر روی آهن تاجیکستان به هلاکت رسیده است. موضوع دیگر نیز داریم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید تا امروز بیش از 2 میلیون نفر شهروندان بر ضد سرایت کرونا ویروس اعلام کرده شدند. از این تعداد نصفشان وایه دوم واکسن را هم گرفتند. طبق قرار استاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان امکانی شهروندان از سن 18 بالا حتمی می باشد. فعلا در کشور واکسن های کروناواک، استرازینیکا، اسپوتنیک وی و مدرنا را استفاده می برند. واکسن به شهروندان کشور رایگان داده می شود. در عین زمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای پیشگیری از وسعت گرفتن کرونا ویروس به شرکت هایی که بیشتر از 100 کارگر دارند دستور داده است کارمندانشان را واکسن بگیرند یا هر هفته تست کووید 19 سپارند. همچنین تمام کارمندان دولتی هم موظف شدند که واکسن بگیرند. پیوندان عزتمند حامی حقوق مهاجران بازداشت شده میگویند با اعلان عفو به مناسبت استقلال تاجیکستان و احتمال شامل شدن قضیه عزتمند به این قانون خوشحالند، ولی میگویند با مشکل پرداخت مبلغ قرضداران روبرو میشوند. در حالی که از این پیشتر حقوقشناسان گفته بودند که برای رهایی عزتمند باید همه ضرر را بپردازد. محمد یوسف خالوف پسر عزتمند روز 10 سپتامبر به رادیو آزادی گفت مبلغ قرضداران بیش از 1 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد و آنها امکان پرداخت این مقدار پول را نداشته به کمک افراد سخاوتمند امید می‌بندند. عزتمند از 27 مارس امسال در بازداشت قرار دارد و تا هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. دیروز در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو درباره تأسیس بازار یگانه مواد سوخت و نیروی برق معلومات دادند، ولی همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میگوید ظاهرا لوکاشنکو به سادگی استقلال کشورش را به روسیه تقدیم کردنی نیست. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید کشورش به بلاروس صدها میلیون دلار قرض ایلاوگی خواهد داد. همچنان پوتین می‌افزاید او و رهبر بلاروس به تشکیل بازار یگانه گاز طبیعی موافقت کردند. روز 9 سپتامبر بعد مذاکرات 3 ساعته در مسکو، پوتین و الکساندر لوکاشنکو از دادن جواب به سوال تشکیل دولت یگانه خودداری کردند. 20 سال این جانب روسیه و بلاروس با هدف تشکیل دولت متحد با نظام سیاسی و اقتصادی یگانه مذاکرات پیش میبرند. لوکاشنکو می‌افزاید که احتمال سندهای مربوط با تشکیل کنفدراسیه یعنی اتحاد دو دولت تا آخر ماه اکتبر به امضا می‌رسد. پرزیدنت روسیه میگوید بعد ناآرامی‌های مربوط با انتخابات پرزیدنتی سال 2020 وضع در بلاروس استوار است. او تاکید کرد که تا آخر سال آینده روسیه به بلاروس به مبلغ 640 میلیون دلار قرض می‌دهد. به قول پوتین هر گونه محدودیت در روابط هوایی میان دو کشور رفع می‌شود. بر علاوه نرخ گاز طبیعی برای بلاروس تا آخر سال آینده بالا نخواهد رفت. بعد مذاکرات طولانی ما موافقت کردیم که در مسئله گاز طبیعی موقعی برای هر دو جانب قابل قبول اختیار نماییم. تا آخر سال 2022 نرخ گاز برای بلاروس در میزان حاضرش باقی میماند. فعلا در بازار جهانی قیمت گاز طبیعی رو به افزایش است و این اقدام مسکو به مینسک نفع زیاد می‌آورد. در مسئله پول یگانه روسیه و بلاروس حرفی گفته نشد. پول یگانه در دولت متحد به طور عملی استقلال بلاروس را از بین میبرد و از این رو لوکاشنکو سالهاست که به این اقدام مخالفت جدی نشان میدهد. برمیگردیم به تاجیکستان. در پی چپا شدن کوهپاره در کان طلای تاجیک شوگنوف 2 نگهبان جان باختند. حادثه شب 30 آگوست رخ داده است. یک منبع از کان طلای تاجیک امروز به رادیو آزادی گفت در این حادثه آرزوی محمد یوسف 19 ساله و واسع کمالوفی 32 ساله جان باختند.
این منبع گفت که ارزوی محمد یوسف نبیره امان‌الله حکوموف سابق رهبری روی آهن بوده جسد او را بعد یک روز کوفتکو پیدا کردند. جسد واسه کمالوف ساکن تنقره روز 3 سپتامبر یافت شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه خاولین گفتند دادستانی ناحیه بعد گذراندن تشخیص جسدها را به صاحبانشان سپرید. مقامات میگویند فاجعه از بی‌احتیاطی خود نگهبانان رخ داده است و هلاکت 2 نگهبان باید گفت در شگناو خاولین در حالی است که پیوسته در این منطقه بر اثر چپه شدن کوهپاره ساکنان زیاد جان خود را از دست می‌دهند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. روز 9 سپتامبر در قرقیزستان رزمایش نظامیان سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا خودسپد به پایان رسید. نیروهای تاجیکستان در این تمرین شرکت نداشتند. قرار است در ماه اکتبر امسال در سرحد تاجیکستان با افغانستان مشق‌های نیروهای سپد برگزار شود. ادامه در گزارش میرزانبی خالقزاد. در مشقگاه ادلویس قرقیزستان به تمرین ضد تروریستی بیش از 1000 سرباز و افسر و 150 واحد تکنیکی حربی و اویات نیروهای دست جمعی مستقر در منطقه آسیای مرکزی سازمان پیمان امنیت دست جمعی جلب شدند. به آنها واحدهای قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و همچنین روسیه شامل می باشند. آنها عملیات جنگی را برای نیست کردن گروه‌های غیرقانونی مسلح که شرطاً به قلمروی یکی از کشورهای سپد هجوم کردند تمرین نمودند. گنرال پالکوونیک آناتولی سیدروف گفت وضع فعلی در افغانستان کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی و روسیه را وادار می‌کند که برای تأمین امنیت چاره‌های علاوه‌ای اندیشند. سیدروف رهبر ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی را بر عهده دارد. چند پیش من در سرحد افغانستان و تاجیکستان بودم و با چشمان خود دیدم که در آنجا چی می‌گذرد. من فکر می‌کنم که وظیفه ما آماده بودن به همه گونه تحولات است. موضوع تمرین نیز با نظرداشت همین وضعیت انتخاب شد. اساساً این سمت مبارزه بر ضد تهدید تروریستی می باشد. تا آن دمی که در افغانستان وضع نااستوار است در سرحد دولت‌های ما با افغانستان هم مشکل وجود خواهد داشت. در ادامه سیدروف افزود که کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی آماده‌اند به هر گونه تهدیدهای احتمالی پاسخ بدهند. علاوه به قوه‌های مستقیم جایگیری کنی ما یک نیروی دست جمعی واکنش سریع داریم. این جزء باز هم تواناتر جزء اساسی تشکیلات ماست. با او ما ماه اکتبر در تمرینگاه‌های تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان مشق‌ها می‌گذرانیم. مرحله نهایی تمرین نظامیان را نماینده حربی ترکیه، هندوستان، بریتانیا، آلمان و کشورهای دیگری مستقر در قرقیزستان مشاهده کردند. برای یک جوان توجیک فوتبالکای تنش دردسر ایجاد کرده است. کارمندان پلیس در فرودگاه نوچرکاسک زاده 21 ساله تاجیکستان را که از شهر خوجند آمده بود برای پوشیدن فوتبالکا با رمز اتحاد جنایی زندانیان یک سازمان افراطی ممنوع در روسیه دستگیر کردند. در نسبت این جوان با اتهام در مظهر عام نمایش دادن رمزهای فاشیستی و یا سازمانهای افراطی سند مأموری ترتیب داده شد و به او تا 15 روز محرومیت از آزادی تهدید می‌کند. دوستان عزیز، حالا برایتان از قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم که نسبت دیروز تغییر نکرده است. بانک ملی برای امروز 10 سپتامبر یک دلار و 11 سومانی و 32 درهم و یک یورو را 13 سومانی و 38 درهم مقرر نموده است. قرب 1000 روبل روسی 154 سومانی و 10 درهم میباشد. دوستان عزیز، میرسیم به فرجام نشر نوبتی سرخط رویدادها. اما من 3 ساعت پس به استودیو برمیگردم. تشکر برای همراهی و با امید دیدار.